شمالا دارد آبی خنک و کاکل درازها دارد من جابم مرم من جای رگستونم درود خدا بر شما عزیزان قلب. خدا شما و نزدیکان شما را در پناهش نگاه دارد. چقدر یتیم خانه ها زیاد است، اما کوشش میکنیم جستجوی میکنیم جایهایی که آدمو به نهایت کم میروند و یا جایش بود که بعدن یتیم خانه ها به سالش 1 یا 2 نفر آدم ها میآیند. وقتی خیر چون شکارچی شد جستجوی کرد تا به مقصد برسه. کجا دانند به دلها دلی ما کجا دانند به دلها دلی ما گر یک خنده ما درد دارد زی احوال من چه میپرسی زی احوال من چه میپرسی که بیایی دانی. سفر نوبتی ما به مکتب اینترنتی مسچوی کوهی بود. سال پیش ما با آنها وعده کرده بودیم که برای شما کتابخانه می سازیم. گاه صاحبکارای وطنی مراجعت میکنند، مبلغ دراز میکنند و میگویند که به کدام یتیمخانه‌ای که روا میدانید و هر چی که نیاز دارند تقدیم کنید. به مانند این صاحبکاری که سبب شد ما کتابخانه باز کردیم، نامشون را ذکر نکردند. چندین کتاب گرفتیم و به سفر برآمدیم. در همین جا ایستاده تشکر میخوانم برای هر نفرایی که در این سمت کمک میکنند، پهلومان هستند. نزد چندین کتاب فروش ها رفتیم، گاهی ارزان کردند، گاهی رایگان هم دادند. بسیار منتدار هستیم که پهلوی یتیمان هستید. خدا یکی شما را سعد کند. مسئله کتاب ما تصمیم گرفتیم که به تمام یتیمخانه ها کتاب های جالب را تقدیم میکنیم تا که کوشش کنیم فکرانیشان را دیگر کنیم، آنها را جلب به خواندن کنیم و شاید چندین یتیمخانه ها می رویم. اگر 1-2 نفر هم رو به علم آریم ما خیلی شاد می شویم. از مقصد ما پروردگار آگاه است و با تماشای این نوارها قلب انسان بیدار می شود. ای قومی به حج رفته کجایی معشوق همین جاست بیایی در همین جا برنامه به انجام می رسد. برای این دوسترویکان میدانچه ورزشی نمی رسید که در بین 4 کوه و خوشبختانه دوستمون عبدالرحیم باباجانوف این میدانچه ورزشی را به کله گرفتند که روزهای نزدیک این را تقدیمتان میکنیم.